این مادر ادعا دارد که پسرش هنگام بازپرسی در اداره ملیسا در خوجند شکنجه شده است. به گفته مادر عذابش داده ابروان پسرش را تراشیدند. یک هفته پس بعد مرا موندن در آمدم حقانه کاشای پسری من تراشیدگی بودن، کندگی بودن، موهای سرش کندگی بودن، قاشویش نو یک تا برآمدگی بودن. گفت که همه خیلی مرا عذاب شکنجه بسیار دادن. گفت کارگرای مقامات سرم در زمین 100 بار زد. گفت یک اوپر که تو بوکی همین نشه را از کجا گرفتی؟ مادر میگوید اگر پسرش گناهکار بود بر اساس قانون جزا میگرفت، ولی حاصل کردن اعتراف از راه لطوکوب خودش جنایت است. با عیب پسرم یگان چی گفته نمیتونم، برای اینکه پسری من عیب کرده است در گناه خودش جواب میدهد. مفتشان گفتند که پسرش بیماری روانی دارد، اما مادرش میگوید پسرش صحت و سلامت بود و از ضرب شکنجه مشکلات روانی پیدا کرده است. سردار سزا گفتن که پسرتان وای دارد جادو یا خواندگی است. من خلاصی خودم حیران شدم در این گپ که چخیل پسری من پسری من تا سزا رفتنش از نقض بوده، چخیل یک باره در دست مقامات فرامده پسری من جادو میخوراندند. کی میخورانده؟ ماموران ملیسا در ولایت سوخت میگویند ادعای مادر اساس ندارد و تفتیشات هیچ قانون شکنی را هنگام بازپرسی ها آشکار نکرده است. در تاجیکستان برای شکنجه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است، اما پرونده ها با اتهام شکنجه بسیار کم است. روز 26 ایون در جهان روز مبارزه با شکنجه اعلان شده است و در دوشنبه هم به این سبب نمایشگاه عکس‌های شکنجه شدگان صورت گرفت. در نمایشگاه که ائتلاف ضد شکنجه و بجزایی در مهمانخانه سیرنا در دوشنبه برگزار کرد، عکس‌های شکنجه شده ها را به نمایش گذاشتند. عکس‌هایی که به گفته حاضران دل آنها را خون کرده است. شخص با ویستاف که میگویند میرود، همه وقت در یاد آدم میماند که ویستافی رسم ها حافظه و غیره با یک خرسندی میروید، اما این گونه ویستافکا ها دل آدم رو خون میکنند، چون که ببینید چقدر اینجا رسم ها چقدر جوانن، همه اینها جوانن که از مرگ خود نمردن. با گفته مسئولان چاره‌بینی سال گذشته با آنها 38 نفر از شکنجه شکایت کردند که در مقایسه با سالهای قبلی کمتر است. حقوق شناسان میگویند کم شدن مراجعت به معنی بهتر شدن وضع نیست. اینجا یک چند عامل هست. پیش از همه خود قربانیان و خویشاوندان آنها به سیستم عدالت سودی باور ندارند. آنها باوری ندارند که در این محاربه غالب می آیند. این چنین مشکلی وجود دارد که بسیار ادوکات ها نمیخواهند با پرونده های مربوط به شکنجه مشغول شوند. آنها نمیخواهند با مقامات حفظی حقوق برخورد داشته باشند و نتیجه این می شود که قربانی با اندیشه آن که به او کسی کمک نمیرساند در حالت آسیب پذیری ماندن میگیرد. برای همین آنها حتی نمیخواهند این مبارزه را آغاز نمایند. بنابر آمار رسمی سال 2020 در دادگاه‌ها یک پرونده مربوط به شکنجه بررسی شده است. شکنجه کردن متهمان به جنایت برای اعتراف اتهام یکی از مشکلات داغ در تاجیکستان میماند و سازمان ملل هم بارها از حکومت خواسته است این ظهورات بد را ریشه‌کن کند.